تویغولی آرخی. سال 1351 حوالی اسکله بندر ترکمن مشغول صید ماهی بوده است که افراد گارد ساحلی به او شلیک می کنند. با آنکه زخمی شده است او را کتک می زنند. اکنون سالهاست از درد پا رنج می برد. رحمان ایمر. سال 1348 بین قرسو و نیازآباد حین ماهیگیری به او تیراندازی می کنند. زخمی می شود. از خونریزی شدید به حال اغما می افتد. غایب گلدیزاده کلته معروف به باوش تاتار. مأمورین گارد ساحلی به بهانه همکاری با قاچاقچیان خاویار بینی او را با سرنیزه بریدند. امین کلته، اهل و ساکن روستای چرخلی. در سال 1356 در پاسگاه فلزی او را به شدت کتک می‌زدند. بعد چراغ علالدین را روشن کردند. چراغ که شعله کشید او را روی آن می‌نشانند. امین کلته را چنان وحشیانه شکنجه کردند که عقلش را از دست داد و دیوانه شد.